بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، خواهرای عزیز، برادرای قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله. باز هم حمد میفرستیم به الله سبحانه و تعالی که ما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه، اما قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست. دوستای عزیز، باز حمد و ثنا و صفت است برای الله که ما و شما را فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درسی از درسهای عقیده توحید اشتراک بکنیم تا ای که عقیده خود درست بفهمیم و مطابق قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و عقیده سلف صالح، صحابه و تابعین و تابع تابعین زندگی بکنیم تا ای که الله متعال ما و شما را در روز قیامت به همراه از اونا حشر بکنه. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. دوستای عزیز، عنوان درس امروز ما و شما چون سوالات زیاد شده، من امروز خواستم همین درس امروز به بعضی از سوالای مهم تخصیص بدم و خصوصا عنوان درس امروز گذاشتیم 3 سوال و 3 جواب. و ای که چرا این عنوان از این 3 سوال گذاشتیم، به خاطر از که امروز من میخوایم که بالای 3 موضوع بحث بکنم و این 3 موضوع مربوط میشه به 3 سوال که هر سوال جواب خاص داره. هر سوال جواب خاص داره. ولی گاهی شاگردان عزیز اشتباه میکنن، بعض اوقات شاگردان عزیز اشتباه میکنن و وقتی ما جواب یک سوال برشان میگویم یا سوال را جواب گفتیم و آنها جواب یک سوال را خلط نموده در جواب سوال دیگه میگذارن. مثلا یک سوال در یک موضوع میشه و ما در رابطه از اون موضوع برشان جواب گفتیم، لکن اونا نمیفهم که در ذهن از اونا سوال دیگه بوده و یا ای که مثلا ما سوال از اونا درست نفهمیدیم. به هر صورت بعضی اوقات بین جواب یک سوال با سوال دیگه خلط میشد. خصوصا 3 سوال بود که ما این 3 سوال در بعضی از درس‌ها وقتی که بیان کردیم، دوستا وقتی که از این سوالا استفاده کردن، بعضی اوقات مثلا امو جواب سوال را که ما برشان گفتیم او را درست نفهمیدن و میگن که یا خودشان اشتباه واقع میشه و یا مرا بسیاری اوقات متهم میکنن که مثلا من در خطا هستم یا اشتباه هستم و یا مثلا منهج ما و روش ما غلط است. به این خاطر من خواستم که در درس امروزی عنوانش 3 سوال و 3 جواب بگذارم که همین 3 سوالی که اشتباه شده من خودم تو احساس کردم، امیر دوستا به حق بدانن، بفهمن مثلا که جوابش چی هست و شما که در حلقات درس ما اشتراک میکنید این جوابا را بفهمین تا که انشاءالله تعالی برای شما هم در این راستا مشکل پیدا نشه. خب، سوال اولی است. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا بعضی دوستا سوال میکنه که حکم انسان مسلمان در دیار کفر چی هست؟ یا کسی هست مثلا در دار کفر است و این باز ما و شما وقتی که بحثای ما در درس‌های آینده بیایه و بحث بکنیم که کدام دیار کفر میگن و دیار کفر اصلی هست و دیار کفر طاری هست. به هر صورت او خود در درس‌ها انشاءالله تعالی میایه که سر از اون مفصلا میشه سرش بحث بکنیم. لکن حال مثلا یک سوال میکنن که یک نفر در دار کفر با همراه کافرها زندگی میکنن. خب حال همی کسی که در دار کفر زندگی میکنه حکم از چی هست؟ دوستای عزیز، در جوابش میگیم که عقیده اهل سنت ای است که ان الاصل هو بقاء المسلم علی اسلامه. اصل ای هست که یک مسلمان در هر جایی که باشه،
وقتی که یک نفر کلمه میخوانه که لا اله الا الله محمد رسول الله و این کلمه را با ارکانش و با شروطش قبول داره و ارکان ایمان هم که آمنت بالله و ملائکته الی آخرش هست این را هم قبول داره، اناله این شخص در هر جایی که باشه این مسلمان هست. این شخص در هر جایی که باشه، در دار اسلام هم باشه و در دار کفر هم باشه، در هر جایی که باشه این انسان مسلمان گفته میشه تا زمانی که ناقضی از نواقض ایمان در وجود از این نباشه. از این خاطر عقیده اهل سنت که من هم همین عقیده را دارم این است که ان الاصل هو بقاء المسلم علی اسلامه. اصل چی هست؟ که باقی ماندن مسلمان در اسلامش است، که مسلمان به اسلام خود باقی هست، فوق کل ارض، در بالای هر زمینی که باشه، او تحت کل سماء، در زیر هر آسمان هر منطقی باشه، ما لم یرتکب ناقضا من نواقض الاسلام. و تا زمانی که چی هست؟ تا زمانی که این مرتکب ناقضی از نواقض ایمان نشده باشه، یعنی تا وقتی که در وجود از نواقض ایمان چیز نباشه. و یا ای که و ما ثبت، و یا چیز در وجود از این نباشه که ما ثبت به یقین، ما ثبت به یقین و آنچه که ثابت است به یقین لا یزول بالشک. علما میگن که انال هر عقیده درست اهل سنت که ما و شما باید امی عقیده رو داشته باشیم و ما هم به می عقیده هستیم و شما هم به می عقیده باشین که اصل چی هست؟ بقای مسلمان به اسلامش هست در هر سرزمینی که باشه، دار اسلام باشه یا دار کفر باشه، تا زمانی که این شخص مرتکب نواقض اسلام نشده باشه. و آن چیزی که میگه با مثبت به یقین لا یزول بالشک، یا قاعده فقهی هست. علما میگن چیزی که به یقین ثابت شده باشه این با شک از بین نمیره. مثلا یک نفر یقینا مسلمان هست، یقینا مسلمان هست، بناهن این انسان مسلمان وقتی که خودش کلمه میخوانه و در نواقض ایمان داخل نیست، ما ایره به اساس شک و شبهه و گپا از دایره ایمان خارج کردن نمیتونیم و این حق نداریم که مسلمانی که کلمه میخوانه و در ناقضی از نواقض ایمان داخل نیست و یقینا مسلمان هست، اینال ایره ما نمیتونیم که از دایره ایمان خارج کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که آیت قرآن است که الله متعال میگه انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اینا مؤمنین حقیقی هستند، لهم درجات عند ربهم، پیش ربشان اینا درجه ها دارن و مغفرت دارن و رزق کریم دارن. پس نظر به این آیت قرآن وقتی یک انسانی که کلمه میخوانه و مسلمان هست و نواقض از نواقض ایمان در وجود از دیده نمیشه، این انسان الله متعال گفته که اولئک هم المؤمنون حقا. بناهن کسی که شرایط ایمانی در وجود ازی هست، با مسائل ایمانیات به ای باور داره و در چیزی که نواقضی که علما ما و شما ذکر کردیم و علما بیان کردن در نواقض داخل نیست، اولئک هم المؤمنون حقا. اینا مؤمنین حقیقی هستن. تا چه وقت؟ تا زمانی که در وجود از اینا ناقض از نواقض ایمان باشه، یا مثلا در شرکیات مبتلا شده باشن، در کفریات مبتلا باشن، یا در ارتداد شده باشن. و ما و شما یا کلش مفصلا مثلا خوانده میریم هر وقت که انسان ایمانش چه وقت نقص میشه و چه وقت از دایره ایمان این مبرایه. دلایلش هست ایره، مثلا ما و شما ایره در درسای خود خوانده میریم. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه من بلغته دعوت النبی صلی الله علیه و سلم فی دار الکفر. میگه مثلا یک نفر است در دار الکفر بیخی همونجا پیدا شده، در بین کافرها پیدا شده، در روس پیدا شده یا در امریکا پیدا شده یا در هر جایی که هست، اینال میگه همین شخص همونجا در دار الکفر پیدا شد و علم انه رسول الله فآمن به
وقتی که دعوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر از شخص میرسه، دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی قرآن و سنت بر از میرسه در امو دار کفر، و این فهمید که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست، فآمن به، پس به او ایمان آورد، و آمن بما انزل علیه، و آنچه که بالاش نازل شده به این هم ایمان آورد، هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، و آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده وحی جلی و خفی یعنی قرآن و سنت به این هم ایمان آورد. واتق الله ما استطاع، و به اندازه استطاعت خود تقوا هم کرد، مثل که کما فعل النجاشی و غیره، مثل که نجاشی و دیگران، نجاشی و دیگر مسلمانایی که به امر یزید بودن، ولم یمکنه الهجرة الى دار الاسلام، و برش امکانات پیدا نشد که به دار الاسلام هجرت بکنه، ولا التزام جمیع شرائع الاسلام، و این نتوانست که به تمام شریعت اسلام هم ملتزم باشه، لکونه ممنوعا من الهجره، به خاطر از اینکه ممنوع از هجرت بود، ایره نمیماندن که هجرت بکنه، و ممنوعا من اظهار دینه، حتی از اظهار دینش هم ممنوع بود، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الاسلام، و کسی پیشش نبود که تمام شریعت اسلام برش درس بده. اینال همین شخص در اون موجه به مو اندازی توانایی که برش به مو اندازی که رسیده بود ایمان آورد و عمل کرد و تقوا کرد، فهذا مؤمن، این مؤمن گفته میشه، من اهل الجنه. علامه ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام میگه که این چی هسته؟ ای از اهل جنت است، کما کان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، مثل که مؤمنه کسی که در آل فرعون یا کسی که مؤمن بوده قرآن گفته شده هست به همراه قوم فرعون وقتی که بحث کرد. و کما کانت امرأة فرعون، مثلا خانم فرعون ای هم یک مسلمان بود در خانه فرعون، و كذلك النجاشی هو و ان کان ملک النصارى، میگه نجاشی اگرچه ملک نصرانیا بود، فلم یتاح قومه فی الدخول فی الاسلام، لكن قومش از اطاعت نکردن که در اسلام داخل شوند، بل انما دخل معه نفر منهم، یک تعداد کم امرای از داخل شدن، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، میگه در اونجا کسی نبود که بالا از جنازه بخونه، فصلى عليه النبي صلی الله علیه و سلم بالمدینه، میگه بالا از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره چی کرد؟ نماز خوان، نماز جنازه از غیابی خوان. خرج بالمسلمین الى المصلى فصفهم صفوفا و صلى علیه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مصلا برآمد، به مو جایی که نماز میخواندن به صفها را بسته کردن، و صلی علیه، بالای از اون نماز خواند، و اخبرهم به موته یوم مات، و برشان خبر داد که در فلانی روز این شخص نجاشی وفات کرده، و قال ان اخا لكم صالحا من اهل الحبشه، و برشان گفت که یک برادر شما، برادر صالح شما که از اهل حبشه هست این مرد. بناء بر اساس از این شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه که این مثلا یک کسی که در اونجا نجاشی بود یا اینا بودن یا مسلمان هستن. و از قواعد فقهی هم همی است که الیقین لا یزول بالشک، وقتی که یک نفر با یقین مؤمن باشه، مسلمان باشه، با شک کس حق نداره که او را مثلا تکفیر بکنه و بگه که مسلمان نیست. خب دیگه آیت از این خاطر الله متعال میگه و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اکثریت مثلا از گمان کار میگیرن و میگن که گمان چیز فایده نمیرسانه، ان الله علیم بما یفعلون. فالحاصل، خب حاصل خلاصه سخن چی هست؟ سخن جواب خلاصه چی هست؟ انه ينبغي التفريق بين مسألة الحكم على الدار وعلى مسألة الحكم على السكان. میگه باید این مسئله را فرق بکنین. وقتی شما از یک استاد پرسان میکنین، وقتی او حکم داره براتون میگه یا حکم ساکنین از او داره میگه، یکی حکم دار است و یکی حکم کسایی که در او دار زندگی میکنه، یکی یک مملکت است، خود حکم از اون مملکت چی است؟ میگه این مملکت کفری است، قانونش قانون طاغوتی هست و احکامش احکام کفر است. بنابراین این فرق میکنه که با مثلا کسایی که در اینجا از مسلمان ها هستن بالا از او حکم میشه. از این خاطر
عقیده اهل سنت و الجماعت همی هست که انسان باید فرق بکنه در مسئله حکم بالای دار یعنی مملکت و مسئله الحکم علی السکان، فرق بکنه بین حکم کردن بالای ساکنین. وقتی یک کسی پرسان میکنه که فلانی مملکت چه قسم مملکت است، استاد جوابش هم میده، نمیشه که باز این جواب از زیر بگیریم باز بگیم که نه ساکنینش هم تو گفتی. نه خیر، باید سوال دقیق و جواب دقیق. سوال دقیق چی است؟ حکم دار چی است؟ حکم فلانی مملکت چی است؟ فلانی مملکت کفری است، فلانی دار اسلام است، فلانی دار کفر است. علمایی را تشریح کردن و توضیح کردن. باز گفتن که دار کفر طاری هست، اصلش مسلمان ها بودن با سر از این مسائل هست. این مسائل است که مسائل شرعی را وقتی انسان بحث میکنه با اساس امو بحث دقیق و سوال دقیق و جوابش دقیق، بسیار با اخلاص و با صداقت. پس از این خاطر علما میگن که باید فرق بکنیم بین حکم بالای یک مملکت و فرق بکنیم بین حکم بالای ساکنین از او. نمیتونیم که ما با اساس یک مملکت بالای ساکنینش حکم بکنیم، فرق میکنه. فیکون الحکم علی الدار وفقا لما علت الدار من احکام. میگه بالای امو یک مملکت حکم میشه به اساس احکامی که در او مملکت است، که کدام احکام در اونجا تطبیق میشه بلان میگیم اینی مملکت دار اسلام است. و اگر شریعت الله تطبیق نمیشه، حکامش مثلا تطبیق نمیکنن، ایره باز میگه که اینی مثلا دار اسلام نیست، دار کفر است یا دار کفر طاری هست یا ای قسم. و یکون الحکم علی السکان بالاطلاع علی حال السکان. باز وقتی که در مورد ساکنینش و کسایی که در زندگی میکنن، بازو نظر به حالت ساکنینش است. مثلا فلانی مملکت است، در اونجا مثلا معلوم از فلانی مملکت اقدر یهودی هست، اقدر نصرانی هست، اقدر مثلا اتیست است، اقدر مثلا کافر بیدین است. این قدر مسلمان ها هستن، مسلمان هایی که میگن ما مسلمان هستیم کلمه میخوانیم. در بین از این مسلمان ها مثلا مسلمان هایی هست که در شرک یا در کفر یا در ارتداد داخل نیستن، در نواقض دین داخل نیستن. این فرق میکنه حکم بالای ازی و بالای یک کسی که ادعای اسلام میکنه در اون مملکت، لکن با وجود ازی ایده چی مبتلا هست؟ مثلا در نواقض داخل است. این شد حکم امی سخن اصلی اهل سنت. حالی که فهمیدیم یک یادداشت است، یادداشت پیشتون خوب قلم کاغذ بگیرین، یادداشت کنین و بفهمین که چی هستن. یادداشت چی است؟ بعد از این که دانستیم که بالای مسلمان با اساس زندگیش در کدام دار کفر بر شکلی که باشد، چی در دار کفر اصلی یا در دار کفر طاری یا عارضی باشد، حکم نمیگردد. بالای شخص مسلمان با اساس زندگیش در یک مملکت، ولو که مملکت کفری هست، بالای ازی حکم نمیشه که او مسلمان است یا کافر، بلکه با اساس عقیده از او میشه. مثلا یک نفر خوب در یک جای مسلمان ها زندگی میکنه، مگر مبتلا به نواقض ایمان است، او را باز ما نمیتونیم به خاطر زندگی کردنش در بین مسلمان ها و در دار اسلام بگیم که ولی مسلمان است. نه، وقتی که در نواقض مبتلا شد در نواقض است. عین شکل بناهن مسلمان هست تا زمانی که نواقض نداشته باشه. خب در این راستا یک مشکل خطرناک است که متوجه ازی باشین که او عقیده چی است؟ عقیده خوارج است. خوارج مثلا دو عقیده خطرناک دارن، دو عقیده در این راستا، دو عقیده خطرناک خوارج ذکر میکنیم که شما بفهمین و کسی مبتلا به این دو مرض نشن. اول یک فرقه خوارج به اساس زندگی کسی در دار کفر و حکم به کفر میکنن. این عقیده خوارج است. خوارج میگن که اگر یک شخصی در دار کفر زندگی کرد، به اساس زندگی کردن در دار کفر ای کافر میشه. این عقیده کی است؟ عقیده خوارج است و ما شما از این عقیده بیزار هستیم، چون عقیده اهل سنت این قسم نیست. عقیده اهل سنت به اساس زندگی کسی در دار کفر حکم به کفر ازو نمیشه. پس این عقیده خوارج مخالف عقیده اهل سنت است. خب امام ابوالحسن اشعری رحمه الله این سخن از فرقه های خوارج ذکر می نویسد. چی میکنه؟ میگه که یکی از فرقه خوارج چی است؟
که اونا را ازارقه میگن. یکی خوارج بسیار فرقه های زیاد دارن، اهل بدعت که هستن بسیار فرقه های زیاد می داشته باشن. مثلا خوارج هم فرقه های مختلف دارن. یکی از فرقه های خوارج که ما شما باز در بخش بدعت ها انشاءالله تعالی او را مفصلا میخوانیم، ازارقه هستن. ازارقه کی هستن؟ ازارقه زعمت الازارقه، ابو حسن اشعری رحمه الله ایره در مقالات اسلامی ذکر میکنن، میگه زعمت الازارقه، میگه گمان کردن یا عقیده کردن ازارقه که از فرقه های خوارج هستن، ان من اقام فی دار الکفر فهو کافر. میگه اینا میگن هر کسی که اقامت کرده دار کفر پس ای کافر هست. لا یسعه الا الخروج، دیگه هیچ چیزی را میگه نداره بغیر از اینکه از این دار کفر برآید، در غیر از او ای کافر است. این عقیده کی است؟ عقیده خوارج است. و این عقیده صحیح غلط است، صحیح نیست، غلط است. این عقیده اهل سنت نیست و کسی که میگه من اهل سنت هستم این عقیده را نمی داشته باشه. و ما هم الحمدلله ثم الحمدلله این عقیده را نداریم، به خاطر از اینکه میفهمیم که عقیده اهل بدعت است و ای از ازارقه هست. خب دوم مشکلی که فهمیدین، یک مشکل خوارجه که چی است؟ که اونا یک نفر فقط به خاطر از اینکه در یک کشور کفری زندگی میکنه، به خاطر زندگی کردن ایره چی میگن؟ ایره تکفیرش میکنن و حکم کفر زیر بیان میکنن. بنابراین این عقیده غلط است. دوم مشکل چی هست؟ فرقه های دیگی از خوارج است به نام بیهسیه و عوفیه. یک فرقهشان بیهسی هستن و دیگهشان عوفی هستن. این فرقه ها هستن که در خوارج پیدا شدن و اعتقادات بسیار خطرناک دارن. اینا چی میگن؟ اینا میگن که با کافر شدن امام رعیتش هم کافر میشه. اینه اونا میگن که مثلا در یک مملکت رهبر ازی کافر شد، وقت رهبر ازی کافر شد بنان حکم میکنن که کل رعیت هم تابع امامش هستن. وقتی که امامشان کافر شد، رهبرشان یا رئیس جمهورشان یا عمو بزرگشان یا پادشاهشان یا هر کسی که هست اگر این کافر شد، اینا میگه که رعیت ازی هم کلش کافر است. این عقیده کی است؟ این عقیده فرقه خوارج. خوارج بفهمید مثلا وقتی که خوارج میگن فرقه های مختلف داره و اعتقادات مختلف دارن. اینا یکی از اعتقادات که ای از خوارج بیهسیه و عوفیه هست، اونا میگن که وقتی امام کافر شد رعیتشان چی میشه؟ کافر میشه. این هم از اعتقادات چی هست؟ اینم ابوالحسن اشعری رحمه الله بیان داشته است و بیان میکنه در مقالات اسلامی در صفحه 115 میگه اذا کفر الامام فقط کفرت الرعیة الغائب منهم والشاهد. ابوالحسن اشعری میگه که این خوارج گمراه، این دو فرقی که من بر شما بیان کردم، میگه این دو فرقی خوارج که گمراه هستن به این عقیده هستن که وقتی که امام یا رهبر یک مملکت کافر شد پس رعیتشان به اساس کفرزویی هم کافر میشه. چی رعیتش غایب باشه یا شاهد باشه، در اون منطقه که رهبر است در اونجا است یا در جاهای دیگه دور از او باشه، در ولایاتش باشه، در جای باشه. پس این دو چی هسته؟ به این اساس این دو عقیده خوارج است. پس به این اساس توصیه من به شاگردای عزیزمی است که متوجه این نقاط باشن و ما انشاءالله سبحانه و تعالی در درس‌های عقیده در این راستا چی میکنم؟ انشاءالله بیشتر معلومات خواهم داد. حالا فقط سوال هست، باز اینال وقتی که ما شما در درس‌های دقیق میم سر گروه های بدعتی باز ایره بیان میکنیم. پس جواب از این سوال ای شد که انشاءالله تعالی در این مشکل دیگه ما شما نداریم. خب سوال دومی متوجه باشین که وقتی یک سوال جواب گفته میشه با سوال دیگه میشه، ایتو نشه که مثلا شاگردا مثلا متوجه نمیشه، یک کسی مثلا سوال دقیق متوجه نمیشه یا جواب از رو دیگه داخل میکنن. نخیر، ما شما باید این راستا دقیق باشیم. حال سوال دومی چی هست؟ حکم سفر و رفتن به دیار کفر چی هست؟ یک کسی دیگه مثلا سوال اول یک کسی از استاد پرسان میکنه که استاد
فلانی مردم ها در فلانی مملکت هستن، میگه ما مسلمان هستیم، به خاطر موجوداتشون در اون مملکت کافر هستن. گفتیم نه خیر. حالا یک کسی دیگه میگه که من میخوایم برم سفر بکنم. کسی میگه من میخوایم سفر بکنم در فلانی دیار کفر، اونجا سفر بکنم. خب آل در جواب از او علما اصل را بیان میدن که باید بدانی که در آنجا حکم طاغوت است. مثلا یک کسی میگه من میخوایم در فلانی کشوری که اینجا کشور کفری 100% هست و کشور کفری هست و حکم طاغوت است، پس برازی تو توصیه میگم برادر عزیز باید بفهمی که مثلا وقتی که در اونجا خودت میری اونجا حکم طاغوت است، مثلا شریعت الهی تطبیق نمیشه. اصل سفر کردن در اونجا علما چی میگن؟ میگن اصل سفر کردن در اونجا حرام است، پس تو مرتکب یک حرام میشی به خاطر که سفر میکنی در اونجا. این دوستا که باز مثلا بعضی کشورها را که حال مثلا میگن که اینی دار کفر اصلی هست، این دار کفر طاری هست، حکم ازی چطور است، حکم ازو چی هست، این حال در این قسمت باز وقتی که بحث سر دار کفر اصلی و دار کفر عارضی یا طاریمه باز سر زو بحث میشه. لکن حال ما و شما از کتاب ها درس میخوانیم، مثلا میفهمیم اصل حکم میفهمیم. این حال باز در تفصیلات بیشتر ازی که مثلا فتاوا هست، نظر به وقت، نظر به ممالک، نظر به شرایط، ایره باز علمای متخصص بیان میکنن. لکن حال فعلا همین قسم بفهمیم که وقتی یک کسی میگه من میخوایم به فلانی مملکت سفر بکنم، از این خاطر علما بر ازی به خاطر مشکلات خطرهای اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، عبادات، احکام تشریع و غیری وقتی که داره شرط هایی را بیان کردن. مثلا ما باید همین شرط ها را بفهمیم، برای از همون دوسته که مثلا همین چی میکنه برای شرط ها را میگیم، حالات بیان میکنیم تا که متوجه باشه. نه بس اساسی ببینید، نه بس اساسی که ما همین شخص تکفیر کرده باشیم یا بگیم که تو کافر هستی به خاطر از اینکه تو در فلانی جای سفر کردی یا سفر میکنی. از این خاطر علما میگن که نه خیر، این شرط ها رو براتون بیان میکنیم تا خودت در این راستا محتاط باشی. اگر در این شرایط مثلا این شرایط ادا کردن نمیتونی، نکو سفر، نرو، به خاطر از اینکه انسان مکلفیت داره که خود نجات بده. بسیاری کسا هست مثلا میگه من خودم میرم، فامیل ما کتم میبرم، خانم ما میبرم، اولادای ما میبرم. اینال برازی میگه که این مسئله را متوجه باش که شرط اول چی است که علما بیان کردن، میگه این شخص علم داشته باشد که از شبهات خود نگاه بکنه. مثلا شما طبعا ممالک است، مثلا بعضی کشورها هست بسیار خطرناک است و در اونجا شبهات بسیار زیاد است. یکی به جاهایی است که مثلا ما و شما زندگی میکنیم، خوبی که حکمش چی هست، حالاتش فرق میکنه چی هست، لکن اکثرا مثلا وقتی که شما در بسیاری از کشورها هست که اونجا بسیار شبهات زیاد است، متوجه باشیم. این حال علما بیان کردن که وقتی کسی از دار اسلام میخواد به دار کفر سفر بکنه، اول شرطی است که باید علم داشته باشه که خدا از شبهات نگاه بکنه. مثلا بعضی کسا هست در یک جای زندگی میکنه که حداقل اونجا شبهات نیست، اونجا بی حیایی نیست، شاید در اونجا مثلا که زندگی میکنه حکم شریعت الهی تطبیق نمیشه، یا مثلا دار کفر طاری هست، بعضی کسا در تو جای زندگی میکنه، یا کسی از یک جای زندگی میکنه که حداقل مردم اکثریت مسلمان ها هستن و با حساب اونمو چیز امو حیا و حجاب و مثلا این چیزا مراعات میشه. در کشور دیگی هست که اونجا مثلا شبهات بسیار زیاد است. این حالا حتی در اخف الضررین یک قاعده هست که دو ضرر است، یک ضرر بسیار قوی هست، یک ضرر بسیار خفیف است. حالا مثلا انسان در مقابل دو ضرر هست، علما میگن که اخفش بگیم، اخف الضررین. این حالا مثلا اینجا علما میگن که بعضی جاها هست که شبهات اونجا قدر نیست، در بعضی جاها هست که اونجا امکانات شبهات بسیار زیاد است و شما در اونجا سفر میکنین میرین. این حالا تو باید علم داشته باشی، قوی اعتقادی داشته باشی که در شبهات مبتلا نشی. و ما ایره امروز به چشم خود میبینیم یک کسی مثلا در یک جای زندگی میکنه که حداقل اونجا در یک قریه هست یا در یک منطقه هست یا در یک جای هست که اونجا
صحیح است که مثلا احکام الله درست تطبیق نمیشه، یا حتی دار کفر 100% نیست، یا دار کفر چی است، مثلا دار کفر طاری هست، مثلا بعضی کسا در بسیاری جای زندگی میکنه، لکن جای دیگه هست که دار کفری هست که اونجا شبهات بسیار زیاد است. پس انسان کوشش میکنه اخف الضررین بگیره. پس اگر کسی در او تو جای میخواه بره، باید متوجه باشه که من اینقدر علم داشته باشم، او تو عقیده داشته باشم که به شبهات مبتلا نشم. چون در اونجا وقتی شبهات در هر جای میشه بسیار میباشه، بناهن انسان به چی مبتلا میکنه؟ به کفر مبتلا میکنه. این شرط از علما گذاشته و من منیس یک معلم، نه منیس یک مفتی. وقتی ما شما درس میخوانیم، سوالا را از معلم و استاد پرسان میکنیم، این منیس یک معلم درس میده، نه منیس یک مفتی که حالا مشخصا سر یک کس فتوا میده. یک کس آمد من میخوایم سفر بکنم به فلانی مملکت، برش میگم که فکرت باشه که مثلا در این سفری که خودت میکنی علما این تو گفتن. شرط دوم کردن، گفته که دیانت و تقوایی داشته باشد که او را از ارتکاب به گناهان مختلف که در آنجا بسیار امکاناتش زیاد است خدا وقایه بتونه. مثلا در بسیاری کشورها هست، مثلا در بعضی کشورها هست که در اونجا معیار جرم کم هست، یعنی حتی مردم از دیگران میشرمند، مثلا زنا آشکارا نمی باشه یا شراب آشکارا نمی باشه یا سطر بی‌حجابی آشکارا نیست، اما در یک جای دیگه هست که وقتی اونجا این میره، در اونجا بیخی مثلا امکانات گناه برای ازی مثلا 100% است. در یک جای دیگه هست امکانات گناه 20% است. عالی از این 20% میخیزه میره در اون جای دیگه که امکانات گناه 100% است. پس این بسیار خطرناک است و این شخص باید در این راستا چی کنه؟ احتیاط بکنه. این توصیه هاست که برای میشه که اینی شروط علما بیان کردن. از شرط سوم مثلا علما میگن که خب وقتی یک کسی به دار کفر میره، اینا حال میگه این ضرورت داشته باشه. وقتی که ضرورت میباشه، مثلا خطر مرگ در کشوری که زندگی میکنه او رو تهدید میکنه، یک ضرورت است، بنابراین این به خاطر نجات جان خود از اینجا فرار میکنه، از یک جای فرار میکنه و میره به یک جای دیگه که این حال مثلا در وقت رسول الله مکه هم دار کفر بود و حبشه هم دار کفر بود. این حال اینجا مسلمان ها خیستن، کسایی که در خطر مرگ بودن، رسول الله هم برشان اجازه داد که اونجا برن. به خاطر چی؟ به خاطر نجات جانشان. این حال از این خاطر علما میگه آیا همین ضرورت هست، یا مثلا که زندگی تو را کسته میکنه، یا مریضی هست که برای تداوی که در سرزمین مسلمان ها قابل معالجه نیست، ممکن نیست که اونجا تداوی شود و برش دکترها جواب میدن و برش میگن که برو در فلانی کشور اونجا امکانات تداوی هست. یا امر امیر مسلمان ها هست که جوانی را مثلا امر میکنه که برو در اون منطقه زندگی بکو تا در وقت ضرورت از تو استفاده شود. و یا مثلا به خاطر دعوت و دیگه. این حال فقهای اسلام وقتی که در این راستا بحث کردن، این بحث های بسیار طویل در کتاب های فقهی هست، در مدارس اینجا خوانده میشه و ما بسیاری وقتا این مسائل نمیخوایم که برای عوام تشریح بکنیم، ولی چون سوال میشه باز ایره مجبور هستی که مثلا بیان بکنی. شاید بعضی اصطلاحات بسیاری از دوستایی که در درس اشتراک میکنن شاید بعضی از سوالا را یا بعضی از قواعد نفهمن، چون قواعد مثلا بعضی قواعد تخصصی است. مثلا فقهای اسلام میگه که الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ها هستن که مثلا چیزایی که محظور است او را مباح میگردانه. مثلا گوشت خوک است، این حال یک کسی ضرورت پیدا میکنه که گوشت خوک بخوره، از گشنگی میمره. پس اینجا میگه که ضرورات نظر به چی هست؟ از الضرورات تبیح المحظورات. یا مثلا قاعده دیگه هست که باز اگه گوشت از خوک که میخوره باز با چی اندازه بخوره، میگه و الضرورات تقدر بقدرها. بازی مثلا امو ضرورت ها هم که از به اندازش، مثلا یک نفر مجبور میشه که از گشنگی میمره
به کجا بره؟ به یک همین گوشت خوک بخوره. آلی گوشت خوک میخوره چقدر؟ اونجا مثلا اگر بتانه بخوره شاید 1 کیلو را بخوره، لکن میگه نه، به اندازه ضرورتش که از مرگ چقدر رو نجات میده. مثلا اگر یک 100 گرم 200 گرم 300 گرم میخوره و امو از مرگ نجات پیدا میکنه، به مو اندازه است. نه که مثلا این وازه مثلا بخوره تا اندازه که چی باشه، تا اندازه که بیخی خدا دیگه شکم خدا نظر به ضرورت هم دیگه زیاده روی بکنه. و همین قسم مثلا کسایی که مثلا در یک جای دیگه میره ضرورت ها هست، خب وقتی ضرورت ختم شد، خلاص است دیگه. ضرورت ختم شد خلاص است. یک وقت ما به ترکیه رفتیم، در ترکیه مثلا ملاهاش ریشای خود کل میکنن. خب ما برشون گفتیم حالا شما عالم هستین، شما خال نماز میخوانین و شما میگین که ما مثلا دیندار هستیم، این ریشایتان چرا است؟ نه، میگه والا همون وقتی که اتاتورک آمد و 50 سال پیش و 60 سال پیش و 80 سال پیش، خب چی کرده؟ یک قرن پیش اتاتورک در اون وقت مثلا ظلم بسیار میکرد و کسی سر ریش اینا را میکشت. خب علمایشو کلگی مجبور شدن به خاطر که خود از مرگ نجات بدن ریش خود کل بکنن. آلی اون وقت این تو یک حالت سرشان آمد بود. آلی که است همو برازیاد دیگه همو تو مان دیگر خلاص آلام که است که نه کس سردیش میکشه، نه غرضش میگیره، نه چیز میکنه و نه خلاص آل هم با مو سیستم روان هستن. این حال بسیاری کسا مثلا بعضی کسا که مثلا به یک کشور کفری میره نظر به ضرورت و به نظر به مشکلات، وقتی ضرورتش ختم میشه مشکلاتش ختم میشه، این قواعد در یاد داشته باشه که وقتی که ضرورات محظورات مباح قرار میده، لکن ضرورات به اندازهش هم میباشه، نه اینطور است که تا وقتی که بازدار نیست اونجا خودشان باشه و زندگی هم بکو و بالاخره تا اولادا و نواسایش. این مشکلات شرط چهارمش که برش بیان میکنیم این است که میگه برش در اونجا شعائر دینش را اقامه کرده بتونه. علما یک شرطی رو گذاشتن و اقامه دین که از تنها روزه تنها نماز و روزه نه، بلکه از سایر شعائر اسلامی. مثلا وقتی با فامیل در اونجا هست، مثلا یک نفر میره، بعضی کساس میگه ولی در اونجا که ما رفتیم نماز خوانده میتونم. خب حالا یک کس در چین میره حتی نماز هم خوانده نمیتونه، روزه هم گرفته نمیتونه و شاعر اسلام هیچ کرده نمیتونه، اما در یک کشور دیگه اروپایی وقتی که میره در اونجا میگه اینجا ما نماز خوانده میتونیم، مسجدهای ما باز است. ولی علما میگن که خب وقتی تو چی است بازی پسان ما شما میایم اینجا گپای علما، مثلا وقتی که خودت با همراه فامیلی در کشور هستی، اگر فرزندت مثلا جوان شد، بسیاری پدرها هستن فرزندش یا دخترش یا پسرش جوان میشه، میره که یک کافر ازدواج کنه، آیا تو باز اونجا دین تصرف تطبیق کرده میتونی؟ خب این هم اقامه چی است؟ اقامه دین است که انسان مثلا خدا از او هم بگه. آیا مثلا از شراب خوری و بینمازی و غیره. وقتی که جنگ میشه، بسیاری وقت هست میگه من اقامه نماز میخوانم، اما بسیاری کشورها هست همیل ما دیدیم که خود امی دوستا قسم میکنه که من در فلانی کشور هستم، وقتی که جنگ شد ما را گرفتن میگه برین در زیر اونم بیرق کافرا برین که دیگرها بجنگه. آیا خدا میتونه وقایع بکنه؟ این حالی اینی مسائل در این راستا برشان توصیه میشه که شما وقتی که میخواین سفر بکنین، در سفر کردن به اینجا اینی نقاط باید در نظر داشته باشین و بعد از او شما بفهمین که آیا این شرایط پورا کرده میتونین یا نه. سوال سومی که هسته که دوستا سوال میکنن و ایران باید متوجه باشه، خلط نکنیم، گت نکنیم. حکم زندگی کردن در دیار کفر چی است؟ مثلا یک نفر سوال میکنه یک کسی، یک مسلمان میتونه به شکل نرمال در دیار کفر زندگی کنه؟ مثلا یک کسی در دیار کفر در جوابش میگه، مثلا علما میگن، من میره از سخنهای علما و چیزهایی که در کتاب ها گفتن از این من جمع کردم تا که دوستا برشان بیان بکنیم من حیث یک درس، من حیث فهم، نه من حیث فتوا. حالا فعلا ما در جای فتوا نیستیم که فتوا بدیم، حالا فقط درس تشریح میکنیم که مثلا یک کسی میگه که سوال مایی هست که اگر یک کسی در دیار کفر زندگی میکنه همین حکمش چی هست؟
یک مسلمان به شکل نورمال در دیار کفر زندگی کنه، در جوابش اینجا علما میگه که مسلمانی که در دار کفر تولد شده، یک نفر در دار کفر تولد شده اونجا، مادر و پدرش اونجا هستند، اینجا کافر بودن، این مثلا یا مادر و پدرش مسلمان بود، اونجا تولد شده مسلمان هست، و یا اینکه جدیدا مسلمان شده، یک کسی نو مثلا مسلمان شده در دار کفر زندگی میکنه، فامیلش هست، خانوادهش هست، و یا هم سفر کرده از سرزمین مسلمان ها رفته در اونجا و در اونجا مقیم است. این حال برازی چی حکم است؟ برازی علما میگه که باید بفهمند که اهل سنت او را به خاطر زندگیش در آنجا کافر نمیداند، به خاطر که او در اونجا زندگی میکنه ایره کافر نمیگه، مثل که ما و شما در سوال اولی جواب از را گفتیم، چنانچه در جواب سوال اولی بیان شد. و ما هم به می عقیده اهل سنت و الجماعت الحمدلله هستیم، همین عقیده کل ما امی است از ما و شما که درس میخوانیم. ولی بر از این شخص توصیه میشه که اسلام که است در این راستا بعضی از احکام داره، خاطر کافر نگفتیم که تو کافر هستی یا در اونجا رفتی اصلی پیدا شدی یا نو مسلمان شدی اونجا هستی، یا مثلا چند سال پیش رفتی یا حال رفتی یا برای کار رفتی یا برای وظیفه رفتی یا برای هر چیز رفتی، ما تو را کافر نمیگیم. عقیده اهل سنت این نیست که تو را به خاطر فقط بودن در دار کفر، مثل که در سوال اول جوابش گفتیم، تو را کس کافر بگویم، باید خوب بفهمیم. لکن در این راستا برای تشریح میشه که اول حرام بودن زندگی در دار کفر، یعنی اگر کفر نیست حلال است، جایز است یا ناروا هست. این حال باز در اینجا استثناءات در اینجا ذکر میشه، در حرام بودن و حرام نبودنش ذکر میشه، که وقتی میگیم استثناءات در ایرا هست، برای بعضی کسا حرام است مطلقاً، بعضی ها در استثناءات هستن. استثناءات در اینجا در چی؟ در حرام بودن، نه در کافر بودن. دوستای عزیز، برادر عزیز، خواهر عزیز، کسی که سوال میکنی، این حال اینجا وقتی که میگیم استثناءات هست در این قسمت که اینجا باید بفهمی که علما چی میگن؟ میگن که در دار کفر زندگی کردن حرام است. و اینما تحرم علی المسلم، میگه حرام است بالای مسلمان چی؟ الاقامت فی دار الکفر، زندگی کردن در دار الکفر. اقامه یا زندگی کردن در دار الکفر چی هسته؟ این میگه این حرام است. سعی کنین کلمه حرام استعمال شده عزیزان، دوستان، برادران، خواهران، وقتی که مثلا سر یک مسئله بحث میکنین یا حکم میکنین، ببینین دقیق که ما کدام کلمات استعمال میکنیم. اگر از پیش شما در کدام جای اشتباه شده باشه که اینمی مثلا اینمی حرام بودن ازیره، اگر ما مثلا به خاطر ازی شما یا از ما خطای لفظی شده باشه یا شما خطا فهمیده باشین، اگر از ما خطا شده باشه، ما واقعا استغفار میکنم، استغفر الله و اتوب الیه. لکن اصل عقیده ما اینمی هستن که وقتی کسی میگه من در اینجا زندگی میکنم، در جوابش برش میگیم که برادر عزیز، خواهر گران قدر، وقتی که تو در اونجا مسلمانه که در دار کفر تولد شده یا که جدیدن مسلمان شدی، نو مسلمان شدی، یا هم سفر کردی هم اونجا زندگی میکنی، در اونجا مقیم هستی، بفهمی که اهل سنت را کافر نمیگه به خاطر مطلق زندگی کردن. اگر در نواقض گرفتار شده باشی، اگر در نواقض ذکر شده باشی، مثل که مثلا اون روز یک کسی در تلفن برای من میگه که فلان شخص رفته بود، من نمیفهم والله اعلم، بعضی دوستا، یکی از دوستا قصه کرد، فلانی نفر برادرش رفته بود در فلانی مملکت، پیش رویش تورات هم مانده بود و انجیل هم مانده بود و زبور مثلا کدام کتاب اون دوار هم مانده بود و قرآن از مشار هم مانده بود. میگه وقتی که رفت خودش قصه میکنه، میگه برادرم برای من قصه کرد که قاضی پرسانش میکنه که دینت چی است؟ میگه و برش میگه که من مسلمان هستم. خیدست سرج قرآن بان و قسم بخو که من قانون این مملکت قبول میکنم. پس فرق است دوستای عزیز، ای که باز در نواقض یک کسی مبتلا میشه
و یک کسی مطلقاً هم تو زندگی میکنه و در شرک اکبر مخرج عن المله یا در کفر اکبر یا در نواقض ایمان بگوییم در این مبتلا نیست. متوجه هستین؟ از این خاطر جوابها را خلط لطفاً نکنین. دقیق اگر متوجه نشدین خیر است، دوستانه با بسیار ادب، با بسیار اخلاق، با بسیار انسانیت بگویین که این مسئله را من نفهمیدم، امیر کم تشریح بتین و وقتی تشریح میتیم خوب دقیق قلم و کاغذ بگیرین یادداشت بکنین. باز بگوین که این مسئله را من نفهمیدم، همین سوال جوابش اثر بکن. 10 دفعه براتون تکرار میکنم، همین 3 سوال براتون 20 دفعه اگه خواسته باشین بگوین این جمعه باز میره برای ما درس بده. این نقطه شما صحیح نفهمیدیم، این نقطهش درست نفهمیدیم، این نقطهش برای ما توضیح بده و تشریح بده. یا بگو مثلا این نقطه غلط است، خیر است. اگر غلط بود متوجه شدم که ولد این نقطه من این کلمه رو گفتیم غلط است. ما و کل بنی آدم خطا، هر بنی آدم خطا میکنه و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکارا چی هستن؟ کسایی که توبه میکنن. پس جواب فهمیدیم که اگر یک کسی میگه من میخوایم که یک کسی در اونجا زندگی میکنه در دارالکفر، حالا این میگه که من نمیجا هستم، برش میگیم که در دارالکفر زندگی کردن، یا این است که در اونجا تولد شدی، یا این است که مثلا قبلا کافر بوده مسلمان شده، یا کسی است که مثلا سفر کرده رفته در اونجا زندگی میکنه و در اونجا مقیم است. برای از این جوابش همی است که اهل سنت او را به خاطر زندگیش در آنجا کافر نمیدانه، چون قبلا در سوال اول جوابش گفتیم. چنانچه در جواب سوال اولی بیان شد و ما هم به می عقیده اهل سنت و جماعت الحمدلله هستیم. اما برش توصیه چی میشه؟ توصیه اولی است که حرام بودن زندگی در دارالکفر. چرا؟ به خاطر از اینکه علما میگن که و انما تحرم علی المسلم، یقینا که حرام است بالای مسلمان چی؟ الاقامه فی دارالکفر، میگه اقامت کردن در دارالکفر بعد از این مسلمان حرام هست. صحیح است؟ اذا لم یکن متمکنا من اظهار دینه، این شرط گذاشتن، وقتی که این متمکن نباشه به اظهار دینش که دین خدا ظاهر بکنه، در صورتی که پس سعی کنید شرایطش میگه که حرام است بالای مسلمان. چی حرام است؟ اقامت کردن، زندگی کردن در دارالکفر، اذا در صورتی که یا به شرطی که لم یکن متمکنن، وقتی که امکانات نداشت که چی کنه؟ من اظهار دینی، که دین خدا اظهار بکنه. چرا؟ لقوله تعالی، میگه دلیل چی است؟ میگه دلیل این آیات قرآن است. علما میگن که ان الذين توفتهم الملائکه ظالمی انفسهم، یقینا کسانی که اینا را روحشان قبض میکنه ملائکه در حال که می اشخاص ظالم هستن. قالوا فیما کنتم، ملائکه از اینا پرسان میکنن شما در چی حالت قرار داشتین؟ قالوا كنا مستضعفین، اینا میگن ما بسیار مردم بودیم مستضعفین فی الارض، در زمین زیبیدم. قالوا، باز ملائکه برشان میگن که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین الله واسع نبود که شما هجرت میکردین از این سرزمین کفر به یک جای دیگه میرفتین که حداقل از این حالت میبرامدین؟ فاولئک مأواهم جهنم، یعنی چه خطرناک گفته است الله متعال، گفته است که مأوای از اینا جهنم است و ساعت مسیر و بسیار مسیر از اینا جایگاهشان خطرناک است. اینال پسان تشریح از این میایه، پسان تشریح میایه که باز علما دمی آیت چی گفتن؟ علما میگن که این آیت درباره مسلمان ها نازل شده، نه درباره کافران. یعنی کسی که این آیت به باریشان نازل شده اونا مسلمان ها بودن، اینا رو کافر نگفتن. لکن مسلمان هم بیشک مسلمان هم به خاطر گناه میشه در دوزخ بره. پس آن میایه خوب دقیق باشین. دوم توصیه که برازی میشه برش میگن که دوست عزیز، در اونجا وقتی که خودت هستی خطرهای زیادی وجود داره. خطرهای اعتقادی هر لحظه تو را تهدید میکنه. خطر تطبیق شریعت اونجا اصلا هیچ نمیتونی. خطرهای اجتماعی که سر خواهرت، مادرت، دخترت، اولادت هیچ کنترل نمی داشته باشی بسیار کم است و بسیاری و اوقات از دستت میره. و خود انسان ها کسایی که اونجا هستن از ما که خوبتر میفهمند که خطرهای اخلاقی که مثلا چی مشکلات اخلاقی در بازار و در شهر و در دکان و در بیرون وجود داره و غیره، این گپا اونجا هست. پس چرا خود به دست خود در این جنجال ها مثلا این خطرها اینجا هست؟
باید از این چیزا خدا چی کنی؟ خدا بکشی در جایی که حداقل بتونی دینت حفظ بکنی، عقیدت حفظ بکنی. خب سوم، قسم خوردن به خاطر اطاعت از قانون آنان خطر دیگر است که برای کسانی که تابعیت میگیرند و با این قسم ایمان به طاغوت صورت میگیرند. بعضی کسا هست که خودشان میگن که دست خدا سر قرآن بان و بگو که ما اینمی قانون از این مملکت متابعت میکنم، از این سرکشی نمیکنم، به این احترام میکنم، در حالی که فمن یکفر بالطاغوت، قانونشان چی قانون است؟ قانون چی است؟ وقتی که محتوای قانون رو بخوانید، او قانون بسیار چیزایی است که با شریعت الله در تکر است. چهارم، اشتراک کردن در برنامه‌های تشریعی. این هم باید متوجه باشی که وقتی در اون مملکت‌ها اشتراک میکنید، مثلا در برنامه‌های تشریعی از اونا مثلا قوای مقننه ندارن، مثل پارلمان‌ها و عضویت گرفتن در پارلمان‌های از اینا، رأی دادن به اونا بسیار خطرناک و سبب نقص ایمان است. بسیاری جای است، حالی بسیار عام است، بسیاری جای است که هر مسلمان باید در این راستا محتاط باشه. پنجم، نواقض ایمان هست که بسیار زیاد است که احتیاط کنه که متوجه بشه که در این مبتلا نشیم. ششم، مسئله هجرت است که این مسلمان در فکر هجرت به دیار اسلام باشن. خب این که مثلا بعضی آباز در این راستا بحثایی دارن و علما فتاوایی دارن و نظرهایی هست و حالاتش هست، این باز مفصلا علما بیان میکنن، لکن اصل وقتی که بیان میشه، اصل قاعده همین قسم بیان میشه که مثلا اینی مشکلات است. این حالی که مثلا چی است در قرآن عظیم الشان و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال علمای اسلام دلایل بر رد اعتقادات. خب اینجا در این راستا دلایل به چی هست؟ به هجرت، یعنی دلایل به هجرت بیان شده هست. دلایل به هجرت بیان شده هست. این دلایل چی هستن؟ اول مثلا دلیل از قرآن است که آیت شریف ما و شما خواندیم که الله متعال میگه که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. این آیت است که قبلا من براتون ترجمه کردم. خب این آیت قرآن علما به هجرت استدلال میکنن. دوم، دلیل از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرن که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن ابن عباس ان الناس من المسلمین كانوا مع المشرکین. میگه امام بخاری میگه که یک تعداد از مسلمان ها به امرای مشرکین بودن، یا چی میکنن؟ یکثرون سواد المشرکین، اینا تعداد مشرکا را زیاد میکردن، صف از اونا زیاد معلوم میشد. چرا؟ این مسلمان ها هم در بین از اونا بودن دیگه، اونا میگفتن مردم که حساب میکرد که چقدر هستن. این کدام وقت بود؟ میگه علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یأتی السهم فیرما به، میگه وقتی که مسلمان ها سر از اون کافرها در اون منطقه که بودن سر از اون حمله میکردن، یگان وقت تیر میامد به مسلمان که در اونجا باقی مانده بود، هجرت نکرده بود، در بین از اونها زندگی میکرد، همین مسلمان اصابت میکرد. فیصیب احدهم فیقتله، میگه همین تیر وقتی که میامد فیصیب احدهم، به یکی از اینا همین تیر مسلمان ها اصابت میکرد، فیقتله، ایره میکشت. او یضرب فیقتل، یا زده میشد پس کشته میشد. این حال ای الله متعال میگه ای آیت نازل کرد که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. این حدیث 4596 صحیح البخاری هست. خب این حال اینجا ببینید در صحیح البخاری حدیث دقیق متوجه می باشین که اینجا وقتی امام بخاری روایت میکنه، این حال عبدالله ابن عباس چی میگه؟ ناسا من المسلمین، یعنی امی آیت شریف که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم درباره کی هست؟ درباره مسلمان ها هست. پس اینا با موجودیتشان و هجرت نکردنشان به دیار مسلمان ها کافر گفته نشدن، بلکه مسلمان هستند، گفتی درباره مسلمان ها بودن، لکن امرای کی بودن؟ امرای مشرکین بودن و برشان ای آیت درباره از اینا نازل شد. خب امام نسائی رحمه الله هم روایت میکنه از قیس رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بعث، فرستاد یک سریه را به قوم از خثعم، فاستعصموا بالسجود فقتلوا، فقضى رسول الله صلی الله علیه و سلم بنصف العقل.
میگه وقتی که اینا کسایی که اینجا کشته شدن، باز رسول الله صلی الله علیه و از اینا نصف امو دیت برشان داد. اصل چیز اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و چی گفته باره از اینا؟ قال اینی بریء من کل مسلم مع مشرک، ما بیزار هستم از هر مسلمانی که به همراه مشرک زندگی میکنه در یک جا. و ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا لا ترى ناراهما، میگه باید آتش مسلمان ها با آتش مشرکین یک جای نباشه. یعنی تو نباشه که خانه تو با پالوی خانه از باشه. سابق مثلا خانه ها بود یا خیمه ها بود، آتش ازی با آتش از اون یک جای دیده میشد. باید این کار نشه. این حال ای که مثلا اینی بریء من کل مسلم مع مشرک وقتی که بیان میشه، به این معنی نیست که مثلا این شخصی که در اونجا هست این کافر هست، بلکه علما تفسیر کردن و تشریح کردن و گفتن که مثلا این چی است. و حتی بعضی ها سر خود حدیث هم نقد کردن و بعضی ها گفتن که حدیث چی است؟ حدیث بعضی از صحیح گفتن، بعضی ها در صحتش هم بعضی سخنهای گپا دارن. و امام ابو داود دیگه حدیث را روایت کرده که سموره ابن جندب میگه قال رسول الله صلی الله علیه و من جامع المشرک و سکن معه فانه مثله. این حال میگه کسی که امرای یک مشرک یک جای زندگی کرد، با امرای از سکون کرد، امرای از اجتماع داشت و امرای از سکونت میکرد، میگه او مثل ازوار است. این حال ایره هم علما در این باره هم تحقیقات کردن و بحث کردن و تشریح کردن و که آیا امین نفر گفتن که نه خیر، عقیده اسلامی ای است که یعنی گناهکار هست لکن حکم به کفر ازی نمیشه. و علمای اسلام ایره مثلا تشریح میکنن. میگه عبدالله ابن عباس میگن کان قوم من اهل مکه اسلموا، یک تعداد میگه مردم مکه مسلمان شدن و کانوا یستخفون بالاسلام فاخرجهم المشركون یوم بدر معهم. این میگه مسلمان شدن، خب امو مسلم خود پت میکردن از مشرکین. میگه مشرکا اینا رو در روز بدر امرای خود در جنگ آوردن. فاصیب بعضهم، بعضی از اینها در اینجا چی شدن؟ اینا مرمی چی خوردن، یعنی زخمی شدن یا کشته شدن. اینا کان فاصیب بعضهم، بعضی از اینا مثلا در امی جنگ از بین رفتن. دیگه میگه مسلمان ها گفتن که کان اصحابنا هؤلاء مسلمین و اکرهوا، گفتن یا خو مسلمان ها بودن و اینا به زور به جنگ چیز آمدن، به جنگ آورده شدن. فاستغفروا لهم، بر از اینا مغفرت خواستن. باز میگه درباره از اینا آیت قرآن نازل شد که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. اینا میگه از میگه که لا عذر لهم، برشان عذر نیست. چرا اینا هجرت نکردن که در یک بلای مبتلا شدن. خب و در قسمت دیگه امام ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ او میگه الآیت الکریمه عامه فی کل من اقام بین الظهرانی المشرکین. میگه این آیت عام است بین کل کسانی که در بین مشرکین زندگی میکنه و هو قادر علی الهجرت، به هجرت قدرت داره. یک شرطش یعنی کسایی که در بین مشرکین زندگی میکنن قدرت هجرت داره که از اونجا برای، لکن خوشش میاد اونجا هست. ولیس متمکنا من اقامت الدین، این دیگه شرطش است که مثلا همین شخص امکانات اقامه دین هم نداره، دین خدا هم صحیح اقامه کردن نمیتونه. فهو ظالم لنفسه. علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه ای به نفس خود ظالم هست. مرتکب حراما. ببین اینجا علامه ابن کثیر نگفت که کفرن، گفت که حرامن. گفت این مرتکب حرام شده بالاجماع، با اجماع و بالنص هذه الآیه. هم بین اجماع هم مرتکب حرام شده و هم با امی دلیل ای آیت قرآن. چی گفت؟ گفت مرتکب حراما. کلمات باید دقیق باشین که ایمیه که گفت که مرتکب چی شده؟ مرتکب حرام شده. و یکی از علما به نام اسماعیل مقدم هست، ای در یکی از کتابا نوشته کرده، میگه که و اظهاره دینه لیس هو مجرد فعل الصلاه. میگه ای که دین خود اظهار میکنه، این متوجه باشین که اظهار دین در اینجا وقتی که علامه ابن کثیر گفته هست، این به این معنی نیست که تنها بگه که مثلا فعل نماز میخوانم و دیگه
فروعات دین انجام میده یا از حرام ها خدا نگاه میکنه، من الربا و الزنا و غیر ذالک. میگه نه تنهایی نیست که تو بگی والا من اونجا نماز میخوانم، دیگه فروعات دین کرده میتونم، روزه گرفته میتونم، بعد زنا و شرابی که پاروی نمیارم. میگه این است انما اظهار الدین مجاهرته بالتوحید. آیا تو توحید اونجا گفته میتونی؟ توحید الوهیت گفته میتونی؟ توحید ربوبیت گفته میتونی که بویی که تشریع ای از صلاحیت رب العالمین هست و کسی که اطاعت از شریعت الله نمیکنه کافر هست؟ ایده میتونی مجاهره بکنی؟ والبراءة مما علیه المشرکین. آیا میتونی در اونجا از آنچه که مشرکا هستن براءت اعلان بکنی؟ من الشرک بالله فی العباده ایده بکنی و غیر ذالک من انواع الکفر و الضلال. اینه میگه اظهار دین اینی هست که کل اینیا رو کرده بتانی. این اقوال علما هست. و شیخ حسین ابن غنام که ابن ابی بکر ابن غنام مالکی رحمه الله هست، این میگه که و اقول، این خوب یک بحث میکنه، میگه قد زعم قوم ان الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام والایمان لیست واجبة ولا متعینة فی هذا الزمان. میگه بعضی کسا این قسم فکر میکنه که اینمی هجرت که است واجب نیست، از دار کفر به دار اسلام واجب نیست و در این زمان تعیین نیست. میگه وقت هم وقتا بود آل نیست. و ان حکم عقدها مفسوخ و وجوبها المستمر منسوخ. اینا میگه که اما حکمی که درباره هجرت بود در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه بعضی آیات میگن که فسخ شدن و این حکمشان منسوخ شدن. دلیل چی میگن؟ میگن که متمسکین من الدلیل بما لا یبرد الغلیل ولا یشفی القلب العلیل. میگه اینا دلیل میگیرن از بعضی چیز. مثلا چی میگن؟ مثلا دلیل میگیرن که لا هجرت بعد الفتح. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از فتح مکه هجرت نیست، ولکن جهاد و نیت، جهاد و نیت است. میگه بعضی مردم ها ظاهر همین حدیثه میگیرن، میگه اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از فتح مکه هجرت نیست. و ظاهر حدیث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، و میگه این در صحیح بخاری آمده در حدیث رقم 10 که هجرت که استی خو فقط از چیزایی که ممنوعات است تو هجرت بکنی، اما از یک مملکت به جای دیگه رفتن هجرت کردن اینه هست که این حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردن. این علی عالم چی میگه؟ میگه ولیس الامر کما زعموا. میگه این حکم شریعت این قسم نیست که اینا گمان میکنن که یا میگن نه گفته که بعد از فتح مکه دیگه هجرت نیست، و یا ای که مثلا هجرت فقط از منهیات هجرت بکنی. نه، میگه اینا اشتباه کردن، این قسم حکم نیست. ولا المعنى کما فهم، و معنا می قسم نیست که اینا فهمیدن، این قسم نیست که اینا فهمیدن. بل لیس الحکم کما جزموا به و حکموا، حکمی هم نیست که اینا بیخیم تو قاطع فیصله کردن گفتن. و انما المراد، میگه خیلی مراد چی هست؟ میگه مراد مقصود و منهج مسدود چی هست؟ که هجرت از مکه به مدینه بعد از فتحش نیست برای مسلمان ها. یعنی وقتی که مکه فتح شد دیگه باز مردم از مکه، مکه فتح شد به دار اسلام مبدل شد، از خب باز هجرت نبود. از این خاطر میگه او حدیث خاص است به مکه که به هجرت از مکه نیست، به خاطر اینکه که مسلمان ها فتح کردن و مشرکا هم از بین رفتن. اما هجرت من بلاد المشرکین و الکفار، اما هجرت از سرزمین مشرکین و کفار و سکونت نکردن به امرای از اونا، میگه این چی است؟ و استقرار کردن به امرای الى مال المسلمین من الدیار حيث لا يمكن اقامه الدين الموحد ولا اظهاره ولا تعزيز للاسلام وانتصاره فحكمه الى الان ثابت الوجوب والالزام. لكن میگن این حکم هجرت، ای که مثلا یک نفر از بلاد کفار هجرت بکنه و امرای از اونا زندگی و استقرار نکنه، به خاطر ذکر مثلا مسلمان ها یک موحد نمیتونه اونجا دین خدا اظهار بکنه و عزت اسلام اونجا باشه و نصرت اسلام بتانه، میگه هجرت کردن از این مناطق این حکمش میگه تا امروز هم باقی است، ثابت الوجوب و الالزام، هم وجوبش ثابت است و هم ملزم بودن و حتمی بودنش. مستمر علی ممر السنین و الاعمام، این میگه دوامدار از با گذشت سالها و سالها، کما صرح بذلك الائمه الاعلام، به خاطر اینکه میگه این سخن بیان کرده علمای بزرگ. والآیات علی ذلك داله صریحه و احادیث ثابته، میگه دلایل است و احادیث ثابته هست.
قال الله جل سبحانه وتعالى باز آیت ذکر میکنه که الله متعالی آیت گفته که ان الذين توفاهم الملائکه، آیت ذکر میکنه و باز میگه که علامه ابن کثیر چی گفت؟ میگه علامه ابن کثیر گفت که الآیه داله علی وجوب الهجرة عامه فكل من اقام بین ظهرانی المشرکین. میگه علامه ابن کثیر گفت که هجرت چی است؟ این آیت دلالت میکنه به وجوب هجرت عامه، عام. فكل من اقام، پس هر کسی که اقامت کرد بین ظهرانی المشرکین، در بین مشرکا، و هو قادر علی الهجرة، ای قادر به هجرت هست که هجرت بکنه، ولیس متمکنا من اقامت دینه، دین خدا اقامه کرده نمیتونه، فهو ظالم لنفسه، میگه ظالم به نفسش است، مرتکب محرما بالاجماع، این میگه مرتکب حرام است به اجماع. و اینم ذکر میکنه که ابو داود با سندش از سمره ابن جندب رضی الله عنه گفته که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که من جامع المشرک او سکن معه فانه مثله، انتهى کلام ابن کثیر. اینو بیان میکنه. میگه امام بیضاوی چی میگه؟ میگه امام بیضاوی میگه که آیت دلالت میکنه به وجوب هجرت. ففي الحديث من فر بدینه من ارض الى ارض استوجب له الجنه، میگه کسی که به خاطر دین خود از یک سرزمین به سرزمین دیگه فرار میکنه، استوجبت له الجنه، بالای از جنت واجب میشه. و کان رفیق ابیه ابراهیم علیه السلام، میگه این دوست پدرش ابراهیم علیه السلام و نبیش محمد صلی الله علیه و سلم باشه. کلام کی بود؟ میگه انتهى کلامه، کلام بیضاوی رحمه الله بود. خب حالا میگه این علما ایرا گفتن ولو لم یکن الا قول صلی الله علیه و سلم، این عالمی که اقوال ذکر کرد، میگه اگر دیگه هیچ قولی نمی بود، فقط همین قول می بود که انا بریء من مسلم اقام بین ظهرانی المشرکین، که من بری هستم از، بیزار هستم از کسایی که در بین مشرکین زندگی میکنه، و این قول صلی الله علیه و سلم دیگه، این حدیث شریفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبه، که هجرت قطع نمیشه تا وقتی که توبه قطع نشه، ولا تنقطع التوبه حتی تطلع الشمس من مغربها، توبه هم قطع نمیشه تا وقتی که آفتاب از غرب طلوع نکنه. و دیگه حدیث میگه که لا تنقطع الهجرة ما کان الجهاد، تا زمانی که جهاد است این چی است؟ هجرت هم است. رواه سعید. و دیگه لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، این روایت ها رواه احمد و النسائی لکان فی الدنیا کافیا، میگه برای ما همین کافی بود. این چقدر است؟ و بالمقصود وافیا و کیف، میگه اگر تنها همین احادیث می بود میگه کافی بود که ما این موضوع را بفهمیم. اما ای که الله متعال گفت و ما من یهاجر فی سبیل الله، و کسی که هجرت بکنه در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة، و من یخرج من بیته مهاجرا الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علی الله. ایناله این آیت قرآن ذکر میکنه. و شیخ مقدم چی میگه؟ میگه الهجرة مستمرة الی ان تقوم الساعه، تا روز قیامت میگه این هجرت دواندار است از بلاد معصیت و فسوق و بلاد طاعت. و به این شکل چی هست؟ سلیمان ابن ابراهیم چی میگه؟ میگه فیما کنتم در آیت که هست، میگه توبیخ ملائکه هست بر از اینا وقتی که اینا اقامت کردن در دار شرک و هجرت ترک کردن. و ما حالهم فی هذا المقام الذلیل فی ارض شرک، میگه این حال ذلتی که انسان ها در سرزمین مشرکین می داشته باشه. علامه سعدی هم مفسر قرآن است میگه فان الملائکه الذین یقبضون روحه، میگه وقتی که روح از ملائکه قبض میکنن یوبخونه بهذا التوبیخ العظیم، اینه به این توبیخ عظیم توبیخ میکنن و برش میگن که فیما کنتم علی ای حال کنتم، در کدام حالت بودین، و بی ای شیء تمیزتم عن المشرکین، با چی شما از مشرکین تمیز میشدن؟ بل کثرتم سوادهم، شما مسلمان بودین لکن تعداد مشرکین شما زیاد کردین، و ربما ظاهرتموهم علی المؤمن، و شاید بعضی اوقات هم شما اونا را نصرت کردین بر مؤمنان، در جایش که رسید شما خیسین در طرفداری از اونا استاد شدین. و فاتکم الخیر الکثیر، و بسیاری از چیزای خیر از پیش شما فوت شد. و الجهاد مع الرسول، جهاد به همراه رسولش، و الکون مع المسلمین، و بودن به همراه مسلمین، یعنی چون همون کسایی که مسلمان شده بودن و هجرت نکرده بودن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این میگه بر از اینا انت یک توبیخ آمد. و معاونت علی اعدائهم، اینالی علما چی میگه؟ و شارح اصول اعتقاد اهل سنت از امام لالکایی رحمه الله چی میگه؟ میگه لکن لابد ان تعلم، میگه باید ایره بفهمی که ان الذهاب الى بلاد الكفر عموما، میگه رفتن به سرزمین کفار به شکل عام امر منکر فی الشرع، یک امر منکر است در شریعت،
و النبی علیه الصلاة والسلام میگه نبی صلی الله علیه و سلم همین حدیث بیان میکنه که گفته که اینی بریء ممن اقام بین ظهرانی المشرکین. فهذا الحديث میگه در این حدیث فی ترهیب و وعید شدید لمن یذهب الی هناک، میگه این بسیار وعید سخت است برای کسی که میره بدون حاجت و ضرورت، ولی مصلحت شرعی در او کدام مصلحت شرعی هم نیست. دیگه مثلا شیخ محمد خدیر میگه و تجد المسلم مع الاسف یقیم بین ظهرانی المشرکین و قد یقلد المشرکین، میگه گاهی مثلا متاسفانه که در بین مشرکین زندگی میکنن و بعضی اوقات از مشرکین تقلید میکنن و یتأثر بعد افعالهم، متأثر به بسیاری بعضی افعال مشرکین میشن. ولا یخشى علی اولاده من ان ينحرفوا، بالای اولادای خودم ترس نداره که اینا منحرف شوند، اینا گمراه شوند. و ان یرتدوا کما حصل لاولاد کثیر ممن یعیش فی بلاد الکفار، میگه مثل که حامی صورت شده که بسیاری کسایی که در سرزمین کفار زندگی میکردن اولادهایشان مرتد شده. ولا شک ان هذا تفرید، میگه این بسیار تفرید است. و خیانت للنفس والولد، این خیانت است برای نفس و برای ولد. ولذا الهجرت من اوجب الواجبات، این هجرت کس میگه از واجب بسیار واجب واجبات است. ولم تبح الحیلة الا فی سبیلها ولم یعذر الا الضعیف، میگه برازی مثلا عذر دادن شد مگر کسی که ضعیف هست یا مستضعف هست، کسی که نمیتونه، لا یستطیع ولا ان تغنه، حیله میتونه کرده بتونه و نمیتونه و ضعیف است. و الا اذا استطاع، میگه ولم تبح الحیلة الا فی سبیلها، آینه است پیش مامان، میگه حتی مثلا حیله مباح نیست مگر در اینجا حیله مباح هست که این شخص به خاطر هجرت کردن از سرزمین کفار به یک جای مسلمان ها یک حیله جور بکنه. حتی حیله هم میگه برازی در اینجا جایز شده. و عذر هم نیست مگر بر ضعیفه که مستضعف است، که کسی که نمیتونه، لا یستطیع، حتی از طریق حیله هم نمیتونه. و الا اذا استطاع عن طریق الحیله، میگه حتی اگر از طریق حیله هم میتونه که هجرت بکنه، تعینت علیه الهجرة، که هجرت بکنه. فالاقامه بین ظهرانی المشرکین لیس لا شک انها خطر علی نفس، میگه این خطر است. به کثرت الامساس یقل الاحساس، میگه وقتی که به بدیها زیاد ارتباط پیدا کردی احساساتت روز به روز میمیره. مثلا بسیاری کسا میگه اول که من رفته بودم که این لباسای از میدیم یک قسم ور خطا میشم، بالاخره دیگه وقت تو عادی شده که این بی لباسی و این شراب و این زنا و این بسیاری گپا و کفریات برش عادی میشه. و کم حصل من عظائم الامور لبعض من یتکرر منه السفر فضلا عن الاقامه، میگه بسیاری کارا حتی برای کسایی شده که اینا سفر میکنن تا اقامت هم نکردن در بین مشرکین. تجده یتساهل شیئا فشیئا، میگه بسیار متساهل میشه کم کم و کم کم، حتی لا یکون الشخص الذي تعرفه من قبل، تا وقتی که باز میبینی که آدم سابقا نیست، حال بسیار دیگه چیز شده، بی تفاوت شده. فالاسفار و اضرارها عظیمه، میگه این سفرها که از ضررش بسیار بزرگ است. و عواقبها وخیمه، عواقبشان بسیار وخیم است. فضلا عن الاقامه بین ظهرانیم، این چی که بازی تنها سفرش میگه قدر خطرناک است، اما باز تو که در بین ظهران اقامت میکنی لابد ان یتاثر بها مهما قال، لابد ان یتاثر، هر قدر که میگه بازی بگه بالاخره میگه این شخص به چی میشه؟ متاثر میشه دیگه. از این خاطر علما اقوالشان دیگه هم زیاد است، من فکر میکنم من قدر کفایت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.